تاجرهایی که پیش از رمضان نرخ را می بردارند و از پول آن در مسجد خیر و در خانه هایشان نان می کنند و شما باز آنها را دعا می دهید، ثواب می گیرند یا نه؟ البته ما در اول ماه مبارک برای همه شما، چی تاجر باشد چی غیر تاجر باشد، پیغمبر خدا خبردادگی هستند: الصوم جنتون ما لم یخرقها. این روزه، این ماه مبارک رمضان برای شما سپر است. چگونه ای که دو جنگاور جنگ میکند و در دست آنها سپر است و خود را از هلاک شدن محافظت میکند، این روزه مبارک هم در روز قیامت برای ما و شما سپر میشود از آتش دوزخ. ما لم یخرقها. لیکن رسول اکرم شرطی گذاشتند: مادامی که شما در دنیا اگر این سپر را پاره پاره نکنید، این سپر را اگر شما در دنیا از دست ندهید، این حالت در برای شما سپر می شود. ما در کدام حالت این سپر پاره میکنیم؟ اگر جنگاور با زدن شمشیر سپر پاره کند، روزه ماه مبارک رمضان با غیبت پاره می شود. روزه ماه مبارک با قماربازی پاره می شود. روزه ماه مبارک رمضان با دیدنی حرام کرده های پروردگار از روی ذوق اگر نظر کنیم پاره می شود. روزه ماه مبارک از روی سوداهای نادرست پاره می شود. ماه مبارک رمضان از حساب دروغ گفتن پاره می شود. این سپر از دست می رود. اگرچه من دعا هم برای او میکنم، لیکن معنای او را ندارد که من پشتیبانی از او میکرده باشم. این معنای پشتیبانی را ندارد، بلکه من دعای من هم در کسی اثر میکند، در کسی خداوند او را میرساند که در اصل وی جدی روزه داشته است. اگر من دعا هم که دهم وی دروغگو باشد، وی حق مردم خور باشد، وی در تجارتش خیانت داشته باشد، این دعای من بر او هیچ رسنده ای نیست. از این خاطر من از اول ماه برای شما تأکید کردم: یک ماه هست، الک یک جمعه دیگه باقی مانده است و خلاص رفت. اینا شما غنیمت شمارید. اینا را تمام دوستان خدا آرزو میکردن که پروردگارا یک بار دیگر به ماه مبارک رمضان ما را برسان. اونها نه شب خواب بودن نه روز خواب بودن، میدانستند که این ماه سر به سر ماه اجر است، ماه ثواب است. اینقدر حرکت ها میکردند. عایشه صدیقه میگوید دهه آخر پیغمبر را در خانه من نمیافتم، در مسجد بود فقط. بند ازار میبست. میگوید بند ازار بستن به معنای که میان میبنده ما و شما از پی کار میشیم. رسول اکرم دهه آخر را میان میبستن، از مسجد بیرون نمیشدن. این است کرده پیغمبر ما و شما. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. رسول اکرم گفتن این روزه معنای را ندارد که شما روزی دراز نخوردید، آب ننوشیدید، تمام روزه بجا آمد. نه، بلکه پیغمبر خدا گفتن، بازم این گفتن باید که شما از سخنهای فحش، از سخنهای دروغ، از بهتان، از تمام کردارهای ناپاک دور باشین. این صورت در روزه شما نور بالای نور می شود. این روزه شما برای شما سپر می شود. التماس برادرای عزیز، با 100 سامان یا 200 سامان یا 500 سامانی که تو میابی، لیکن روز قیامت حسرت میبرین 500 سامان برای تو هیچ فایده ای نمیکنه. این سوالای تعجیلی بود از